سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین با یه ولاگ دیگه با من. همونطور که توی تامنیل ویدیو دیدین، توی این ولاگ قراره یه سفر برم و خیلی برای ذوق دارم. خیلی وقت بودش که برنامه داشتم این سفر رو برم و از اونجایی که مدام شیفت بودم و بعد سرکار میرفتم خیلی فرصتش هیچ وقت پیش نمیومد، اما دیگه 1 سال تمام مرخصی نرفتم. مرخصیامو جمع کردم برای این ماه آخر، چون دیگه آخری تر هم هست و گفتم ازش استفاده کنم و چه فرصتی بهتر از این فرصت. خلاصه که الان میخوام وسایل جمع کنم، چمدون ببندیم و ترجیحم اینه که خیلی 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 کم بار با خودم ببرم مثل همیشه، ولی متاسفانه هیچ وقت نمیشه. ولی این سری واقعا میخوام که بار کمی ببرم و این یاور همیشگی خودم رو که سالهاست با منه، چمدون کوچیکم با خودم میخوام بیارم. خب من اینجا توی این خونه که هستم مربوط محل ترهمه و توی شهر محل ترهمه، خیلی وسایل زیاده با خودم ندارم، ولی خب حالا یه سری لباس و اینا چیزایی که دارم چیزام خریدم جدیدن که با خودم ببرم. ببینیم چی میشه دیگه. یکی از چیزای باحالی که گرفتم اینه، ببین چه بامزه است. از این پک‌های مسافرتیه که قراره توش یه سری کرما یا مثلا میسلار واتری چیزی که جادار یعنی بزرگن، جا میگیرن برای توی چمدون، اونا رو بریزم توش. یکی از چیزایی که میخوام بریزم اینه، خیلی خوبه، حتما من زیر آرایشم از این استفاده میکنم. اسنس کوزارکسه. یکی دیگه شونم این روغن آرگانه که خیلی بوش خوبه، بچه عاشق بوش شدم، تازه گرفتمش. این برند و لایتنس اسمش که فعلا اوکی بوده، راضی بودم ازش. و یکی دیگه ازشونم احتمالاً میسلار واتر چیزی بریزم. اینا خیلی خوبن واقعا، به صرفم هستن و جای خیلی کمی میگیرن. این سری لباسم کنار گذاشتم که بعد من ببرم. خیلی میخوام با کمترین وسایل و کمترین لباس برم، یعنی قشنگ 1-2 دست فقط لباس با خودم میخوام ببرم و نمیخوام اصلا خیلی پر کنم چمدون رو، به خاطر اینکه میخوام یه فضای خالی نگه دارم که اگه اونجا چیزی خواستم بگیرم توش جا باشه و از اون ور من حواسم به وزن بار باشه و اینا. خلاصه که تلاشم اینه که واقعا سبک سفر کنم. امیدوارم که خداوند به من کمک کنه، چون هر بار این حرفو میزنم برعکسش. من برم ساکمو بچینم و لیستمو بنویسم. یه توقف کوتاه اونجا داشته باشیم و بعدم ادامه بدیم.
هتل وسیله رو گذاشتیم اومدیم اینجا و شاید باورتون نشه اما هوا خیلی خنکه و سرد. اینجا خیلی شلوغه. نگاه اولی که به این کشور داشتم واقعا به نظرم خوب و باحال اومد با توجه به اینکه تجربه اولم هم بود و دوستش داشتم. حالا ببینیم که در ادامه چجوریه. یه قسمتاشو بهتون نشون میدم. میکروفونم هم یادم رفت بیارم. امیدوارم که صدامو خوب داشته باشه. پسر خوشتی خانم باز که شمایی شما من اینجایی چقدر من جذابم ندوزنم اینجا. نه ترس جذاب تر از تو هم هست. ایکی نکن برای آینده ما انتخاب که قطعا ارمنستان نیست روسیه است. خیلی خوبه به شما پیشنهاد میکنم. خب آقا ما صدام چرا گرفته. من تازه از خواب بیدار شدم و الان ساعت 10:09. دیشب به محض اینکه رسیدیم دیگه من بیهوش شدم و اصلا خیلی خسته بودیم. یعنی هم مسیری که تو تهران بودیم هم کلی زودتر رفته بودیم فرودگاه و بعدم پروازش 1.5 ساعت بود. بعد با همون خستگی سریع رفتیم بیرون و کلی هم اونجا تو میدون اصلیش پیاده روی کردیم و دیگه اومدیم خونه. له بودیم همه و خوابیدیم دیگه. الان بلند شدیم که بریم صبحانه و بعد از اون هم اگه شد 1-2 جای دیدنشو بریم. امروز یکشنبه است، روز تعطیلشونه. نمیدونم اوضاع شهر چجوری تعطیله، فکر کنم اکثر جاها. خلاصه که اینم از این. She's a deadhead sticker and a camo hat. She's a fill up the van and never look back. Tie-dye bandana, Monterey to Montana, and a hand at the window when surfing away. کلیسای سنت گریگوری ما میخوایم بریم کلیسا عبادت. هوا خدا رو شکر که امروز بهتره و مثل دیشب سرد نیست و یکم تازه گرمم هست. بریم ببینیم داخل کلیسا چجوریه.
که مغولا به اینجا حمله کردن و افغانی اینجا رو گرفتن و ما الان ایران چرت و پرت میگی. یعنی خوبه که تو تور لیدر باشی. چرا الکی میگی؟ تور لیدر به این جذابی کجا دیدی؟ خدایا اعتماد به ما اگه پول تور میدادیم الان یکی بود برامون توضیح بده لاغا این به چیه. من به شخص خودم نمیدونم این چی. مهم نیست خیلی. حس میکنم که اینجا تخت جمشیده. معبد کوروش کبیر. یکی از جاهای معروف ارمنستانه که اومدیم. یه مسیر پیاده روی و سربالایی داره تا برسیم به اونجا. پیتزاشونه. من لقمش کردم دیگه این نکه باش. این ادویه خاصی توشه. پیتزا نیست، نون و گوشت و یه ادویه که نمیدونم چیه. Sticker and a camo hat. She's a fill up the van and never look back. Tie-dye bandana, Monterey to Montana, and a hand at the window, windsurfing away. Oh, one of these days, wish I could get her to stay. She's out there now, can't tie her down. Can't count what I'd give to be with her. She'll pass through town, come back around, rolling in and out like the river. She's free as the wind, and I'm caught in her love. Caught in her love. Caught in her love. I'm caught in her love. بیام داخل آدم بده. حالا چشه؟ خب بچه این بار دومه که از این ظرف خورده وقتی میریم سفر خارجه ارتماد جماعت چیه؟
با ایران جوان تو خارج خدای خوب نیست. آره یکم تو پاچه کنه واقعا این تورایی که میان. اگه خودتون بیاین فکر کنم بهتره، یعنی واقعا به صرفه تر در میاد. بریم ببینیم چه جوریه دیگه. In the 15th row, rose-colored sunglasses, sundress with some magic in her hands in the air, just watching her sway. Feelings like that don't fade. ما تموم شد بچه‌ها، اجازه ندادن خیلی فیلم بگیریم ولی جالب بود. یعنی کلی بشکه‌های قدیمی که یه سریاشون 140 سال قدمت داشتن معرفی کردن و یه سری سامپل هم دادن که تقریبا 80 سال عمر داشت و خلاصه مثل که تاریخ خیلی بزرگی پشتش بوده، ولی اجازه فیلم برداری نداشتیم واسه همین خیلی نتونستم فیلم بگیرم. الان بریم سمت هتل و دیگه امروز عملا روز آخرمونه، چون فردا ساعت 2 پرواز داریم و بهتره که امروز دیگه به نفع اصلا استفاده بکنیم. Can't count what I'd give to be with her. She'll pass through town, come back around, rolling in and out like the river. She's free as a wind, and I'm caught in her love. 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 When the sun goes down in my heart and the loneliness appears, when I feel inclined to make sweet love with her, but she's not here. I remember those times between us that seem so far from today, but they're all that I have to cling to. And so when I get to feeling this way. خب بچه ها یه سلام دوباره بعد از 3 روز تقریبا بدو کردم و اینقدر که ما این 3 روز سعی میکردیم که از تمام لحظات استفاده کنیم بریم و واقعا دیگه خسته شدیم. من اصلا دیگه کمرم اینقدر درد گرفته، من اصولا کمر درد نداشتم ولی این 2 روز اینقدر کمر درد گرفتم، ولی نمیدونم به خاطر این فعالیت زیاده یا نه، اما خیلی اذیت شدم در کل. ولی این اذیت شدن شیرین بود و به نظرم کافی بود واقعا. یعنی اگه مثلا کسی بخواد اینجا بیاد میتونه تو همون 3 شب هم بگیره. البته ما یه مشکلی که داشتیم این بود که پروازی که داشتیم، پرواز رفتمون ساعت 5 عصر بود و پرواز برگشتمون ساعت 2 بعد از ظهر و عملا یه بخش زیادی از روز رو از دست میدیم در صورتی که تورمون 4 روزه بود. در هر صورت همیشه حواستون به اینم باشه که بخواین حالا پروازا رو چیز بکنید، اوکی بکنید، ساعتاشون خیلی مهمه. و این سفر یه سفر به یاد ماندنی شد برای من، لذت بردم. از نظر خرید و اینا هم واقعا خرید اینجا خیلی به صرفه نیست، مخصوصا پوشاک، به خاطر اینکه همشون از کشورهای دیگه وارد میشن و به صورت هوایی وارد میشه و کلی 2-3 برابر حداقل رو قیمتاشون ممکنه بیاد و خیلی ارزش خرید نیست، مگر اینکه دیگه حالا چیزی آفری چیزی باشه که ارزش داشته باشه. خدا بخواد فردا برگردیم خونه. دلم تنگ میشه برای اینجا دیگه. آدم از سفر برمیگرده، من همیشه اینطوریم که تا این حداقل چند روز افسردگی بعد از سفر دارم و از الان آمادم براش. دیگه فردا خیلی فرصتی نمیشه که بخوایم کاری بکنیم، چون که باید زودتر بریم فرودگاه. واسه همین احتمالاً تا بلند شدیم صبحونه خوردیم دیگه بعد وسایل رو ببندیم و بریم و فردا هم دیگه از بین میره دیگه، کار خاصی نمیشه کرد. برگردیم تهران و بعد یه مسیر طولانی تا گیلان.
مرسی که ویدیومو دیدین. در ادامه بازم با هم هستیم. یادتون نره بچه ها لایک، کامنت و سابسکرایب شما خیلی من انگیزه میده. لطفا اگه تا حالا سابسکرایب نکردین این کار رو انجام بدین. نظری واسم دارین بنویسین، کامنت کنین، حتما میخونم و مطمئنا خیلی بهم کمک میکنه توی این مسیر. I extract the sweet from the sorrow, pretend to dwell back in yesterday, so I can taste her love. Her love's what I need to complete these daydreams, my daydreams, by the bay, by the bay. In those days before her journey to her meal,